علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز، یعنی همسرتان اگر به یگان چیزی مشغول باشد، یعنی به چیزهای زندگی مشغول است یا که به یگان مسئله، به یگان موضوع مشغول است ذهنش، برای همین هم وقتی که شما با او درباره مسئله های شرعی صحبت میکنید او یعنی مؤثر نمی شود برادر جان. برای همین هم باید قبل از همه این مشغولیت ها را از بین برده شود. یعنی چنین گفتگو کنید، چنین فهمانیدش که در حالی مشغول نبودنش باشد، یعنی که ذهن او فارغ باشد. این یکم مسئله هست. یعنی شاید بعضی چیزها را بندش میکنند، شاید بعضی چیزها را مشغول است، همونها را اول باید حل کرده شود، یا که همون چیزها را باید بعد که فارغ میشد از همون موضوع بعد با او صحبت میکنید برادر. و نقطه دوم این است برادر جان که شاید شما در مسئله های شرعی از حد زیاد با او صحبت میکنید. یعنی زن نمیتواند که یک لکسی دور و درازی شما را، سخنرانی دور و درازی شما را پرگوش کند برادر، و باید تربیت وقتی خودش دارد. حتی اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم، عبدالله ابن عباس می بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم با ما دائم صحبت نمی کرد، یعنی دائم موعظه ما نمی کرد. برای همین هم عبدالله ابن عباس شاگرداش دائم موعظه نمی کرد، بلکه می گفت که همچنانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم با ما یعنی با صحابه در وقتهای مناسب تعلیم میداد، من هم با شما شاگردانم چنین رفتار میکنم. برای همین هم برادر جان وقتی مناسب یافته، در وقت مناسب مقداری مناسبی را به او میفهمونید. بعدن برادر جان سوم نقطه این است که همسر شما از عمل شما آموزد بهتر است، نه از سخنهای شما. بعد همسر شما از عملهای شما، از رفتار و کردار شما ایمان آموزد، از رفتار و کردار شما اسلام آموزد، سنت آموزد، یعنی پیروی از پیامبر صلی الله علیه و سلم آموزد. ببینید که در حقیقت شما پیروی پیامبر صلی الله علیه و سلم شدید و انسان نیکو شدید، در سیمای شما او سنت بیند برادر جان. این گونه تعلیم و این گونه دعوت مناسب تر است برادر. نه این که ما مثلا خود ما عمل نمی کنیم و بعد می بیاییم یک ساعت با او در این اون مسئله فقط بار میکنیم در گردنش، صحبت میکنیم گویا که ما او را نصیحت میکنیم، ما او را موعظه میکنیم، ما او را دعوت میکنیم، در حالی که خود ما عمل نمیکرده باشیم. اون زن تعلیم نمیگیرد برادر. گوشتان میکند مجبور، لیکن او تعلیم نمیگیرد، مشغول است، قبولتان کردن نمیخواهد. بسیار سخن گفتید، در سخنهای خودتان عمل نمی کنید. برای همینم برادر جان نقطه هایی که گفتم خوب به نظرشان گیرید. بارک الله فیکم.